که برای تو بگیریم همراه سیلیت عشق دلها عشق خودم خدا وکیل خیلی دوست دارم. با دوستان عزیز گل خوش اومدید به بازی. آقا من اینو گذاشتم روی این خدا وکیلی لگ شدم. یه دقیقه صبر کن من اینو درستش کنم. Battle Royale, el estilo de la batalla. Head there. بذاریم روی 600. دوستان اگه بخوای این شبیه ساز رو براتون بذارم حتما تو کامنت ها برام بنویسید و برام بذار تو شبیه ساز. نه یعنی برام تو کامنت ها نمیدونم یه کاری بود. راستی لایک کامنت سابسکرایب هم یادتون نره حتما بکنید. Head there. حتما ساب بکنید حتما. بریم میل. بریم میل؟ پیک. میل ولی هیچ فکرم شمال الان ها اشغال جون حال بکنید شمال رسیدم. آره. چرا من بگ دارم؟ ای بابا بک بدیم از اول. منم بگ دارم. Got a gun. من چند روزی پلی ندادم. هیچ اشکالی نداره. دوستان بازی مثلا خیلی چیزه دیرو بهتون میگم. نه تنها بازیت بلکه نتت هم خوبه. صدات رفت. الان میاد. اومد. صدا میاد؟ نه خوبه. دوستان من چند روزی پلی ندادم و بی تربیه حرف بد نزن. آقا اومدیم بعد بیاین چیکار کنیم تو این ویدیو. اومدیم که یک سیتی اومده شما نمیدونید چی به چی. خودم نمیدونم چی جوریه والا. این آقا پارسا با گفت که اینجا اینجوریه. بعد اومدیم که نگاه کنید دوستان یک سیتی خیلی ست زیبا و قشنگی خدا وکیلی. ست چجوریه این ست نمیدونم چجوریه. حالا شما تا آخر ویدیو همراه ما بوده باش که بهتون بگم این ست چجوریه. بها نیاز به چه نیاز دارید که بتونید این ست رو بگیرید؟ یک یه دونه بویا، دو تا بویا، سه تا بویا. مرسی. یعنی به سه تا بویا شما نیاز دارید توی بیارنکت. یه ست خیلی خوشگلیه. اومدیم که با همراه آقا سینا جانم اومدیم دریافتش کنیم. تو یکم مردن که بی تو مردن که بی توره. خیلی زیباست. یکم مردن که بودی توره. مردن که بودی توره. با این ویدیو رو میخوام همین امروز هم بذارم. شما با اینکه ویدیو گذاشتم ولی میخوام باز امروز بذارم که سریعتر دوستان عزیز این ست تو دریافت کنید. خیلی ست قشنگه. حالا شما ببینید تا آخر ویدیو که ببینید چجوری باید این ست رو دریافت کنید. خودم نمیدونم چجوری باید دریافت کنید ولی خب شما نگاه کنید از ما یاد بگیرید. اینکه شما باید چیکار کنید. نکته یک باید شما تا آخر مپ همطوری این بدبخت بیچارا بیایید با ماشینی چیزی باید بچسبید به باسن هم دیگه. مثل اون آقا پارسا نباید جدا بشید. باید با هم دیگه بیایید. این چی میگم دوستان گل 4 نفر ریختن. اوه 4 نفر ریختن روش. یا خدا 4 نفر ریختن روش. بهترم که الان صورت خیسی به چیز رامسیکس اگه چیز داری شاف داری منو بگی. This is Elon Musk. آقا ما اومدیم روی شبیه ساز جدید دوستان گل عزیز. من چیز ندارم مثلا سنس ندارم چیز سنس هم خوب نیست اصلا. بعد لگی اصلا خرابه. آقا هر کی بلو استکس داد تو کامنت ها بنویسه بیا تلگرام. آیدی تلگرام می بالا سمت چپ برام میاد جوری ده تو بیا برای من هم بلو استکس بفرستید من گرفتارم. الان خیلی لگم. هر کاری هم میکنم دانلودش میکنم بلو استکس ولی باز مشکل داره نمیدونم چرا. رامسیکس هلپ می. چشم الان میام اونجا بیبد میام. بابا وی میشه هم چیزی گفت ای بابا. حد شد. مرسی بچه. اوه من کینگ شدم دوستان عزیز گل. دوست عزیز نشد. علی شد. نمی‌کنن چرا؟ علی شد. میخوام نکن این دست رو 0 دمیج بویا کنیم. اوه نه البته مینو ماد چیز
دوست عزیز اینجایی که میل گذاشته بود. یکی اینجا وسط دمیج داده. او پارسا 300 تا دمیج داده برادر، خدا وکیلی با 300 تا دمیج میخوایم این دست براتون بویا کنید دوستان. پا داره صدا پا که چه عرض کنم، انمی هم داری. ای یعنی خیلی دوست دارم. وای آقا انمی بالاه. وای بیا یه تیره، به خدا یه تیره. وای وای بیا یه تیره، بیا بعد 216 تا بهش دادم. وای نه فرار کن شما رو فرار نکن. فرار کن. سین لیتر. اوه قرار ریوایو بشی. اوه علی بندری راستی همراه ما اینجا. صدای علی بندری بس صداش داشت بد میومد. علی بندری اینجا همراه ما. راستی علی بندری شما هنوز سلام نکرد، صدا بسته بود البته. بندری اینجا حساب نمی‌کنه. اوه علی بندری وایس با کرد. سبحان الله. هویت. الان صدا خوبه یا نه؟ آره الان صدا عالیه. عالیه جون دوسته. آقا یکی داره با این هواپیماها برو میزنه. با خدا اسکوادم. آقا این بالا پیک یه اسکوادی هستن که خیلی بد هستن. میدونین چی میگم؟ یک اسکوادی هستن که با این هواپیما هم بالا وایسادن منتظر یکی فرود بیاد. یکیشون من یکی خب کاش نمی‌زدم. اگه نمیدونید خب اوه سایتش چیته. اگه نمیدونید سایتش کجاست که بتونید این ست رو بگیرید، تا آخر ویدیو همراه ما بوده باشید که بهتون بگم از کجا این ست رو بگیرید. 3 تا بویا شما نیاز داری که بتونی این ست رو بگیری. ست خیلی باحالی هم هست. حالا بتل رویال نوشته بود. آقا پارسا شما که میدونی بتل رویال یعنی حتما باید رنگ باشه یا بتل رویال معمولی هم میشه؟ آره نه باید رنگ باشه. پس 3 تا بویا دوستان عزیز گل با توی بتل رویال رنگ داشته بوده باشه. صدای علاوه بر صدای ماشین خود انیمی هم داره میاد. من اینجا استتار کردم اصلا معلوم نیستم. خدا وکیلی من دید رد شده بغلم خوابیدم و این من رو ندید. استتار یه ریبای به مشتی. 5 نفر دیگه مونده. 16 15 14 13 11 نه 13 11 چیه 13 12 یارو چیتر سیمولیتر هم زد. 13 نه 12 نفر دیگه زنده موندن. 12 نفر دیگه هستن دوستان عزیز و گل. ای من این شبیه ساز رو ماچ کنم که اینقدر خوبه. من ریبر چیز بسر علی من الان میمیرم. سلام بابا یارو چیت سنایپر. واکنش صادقانه علی بندری که از اول بازی تا الان فقط داریم. نمیه چیت سنایپر یکیشان فرار کن. با تو هم هر کی میزنه تو چیت اسنایپر من نمیفهمم. خدا چیت اسنایپر. حالا برو الان تو هم درست استتار همین دختر است فکر کنم. بذار نگاه کنم. خدا وکیلی استتار رو داری؟ اینجا استتاری یا بلفاز استتار مردم استتار یا بلفاز. 15 نفر دیگه موندن. آره این ست پاسپورت در ما ناامیدی بسی امید است. میگه که در ناامیدی بسی امید است. در شورتی سیاه گلی سفید است. آقا اینو من از کجا دید؟ علی بکت نمی علی بندری میخوام آجی با چیز بزنم. با مسی با چیز ببخشید با چیز مهم
اینا خدا من وکیلی با کاور دبل ویکتور بزنم. بنازم با دبل ویکتور میخوام. دمیج ها پارسا دمیج دمیج. بنازم خدا وکیلی ست مرد امبکوتی ما این باز دیگه این دفعه خدا وکیل اولین بار میایم بتل رویال تو 10 نفر داریم میشیم خودم باورم نمیشه وای باورم نمیشه علی بندری من رو لایک کرد یا ابرفاس تو رو خدا نه خب مثل که واقعا چیته وای من که فرار کردم داداش. نه داداش تو یه نمونه نمیری چرا؟ اوه! تیرام تموم شد تیرام واجه تیر ندارم تیر ندارم تو رو خدا به من تیر به من تیر بدهید در ما نامیدی بسی امید است. من آمینی بسی آمید است درد شد مدکیت هم ندارم چی دارم پس من لختم نه تیر دارم نه مدکیت اوی! هیچی ندارم الانه فرار کن فرار. هیچی ندارم حتی یخم ندارم من یخ دارم دیگه واقعا دیگه هیچی ندارم دیگه واقعا دیگه هیچی ندارم دیگه بخوایم اینجا بعدش میای توی این